پروردگارا آنی که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی. گر خوانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا. به کوه و جنگل و دشت و بیابان، تویی پیداتر از پیدا خدایا. خدای قادر سبحان کریم منان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از این که این توفیق رو بعد از سالها عنایت فرمود تا در جمع گرم و صمیمی و روحانی مردم مؤمن منطقه تاجرآباد درد دلی داشته باشیم و جلسه روحانی و معنوی. خدای عزوجل رو بر این منت و احسانش سپاسگزارم. تبریک و تهنیت عرض می کنم این مجلس فرخنده و روحانی و معنوی رو خدمت برادر بزرگوار ما شاه دامادی که روبروی همه شما نشسته، جناب آقای نور احمد نهتانی، پدر بزرگوار ایشون آقای یوسف نهتانی، و همچنین خدمت خانواده عروس خانم پدر ایشون آقای سیدگل چاکرزهی و خانواده محترم و اقوام و خیشان و بستگان. از خدای متعال ابتدای سخنم خواهانم که این زوج جوان رو در پناه الطاف ایزدی خودش حفظ بفرماید و در زندگی این بزرگواران برکت و رونق خاصی رو قرار بده انشاءالله. واقعا احساس عجیبی امشب دارم. شاید بسیار جای خوشحالی و خرسندی است که بعد از جریان حکم عزل بنده از امامت جمعه و جماعت مسجد النبی، این نخستین بار و یا نخستین عروسی اسلامی است که از اون زمان در این منطقه برگزار میشه. جالبه امروز که شاه داماد عزیز پیشم آمد و جریان عروسی اسلامی رو به من تذکر داد، احساس عجیبی به من دست داد. یک لحظه مطالعه کردم تمامی سفرهای استانی و عروسیهای اسلامی که در استانهای مختلف کشور ایران اسلامی و حتی در کشورهای دیگر از بنده دعوت شده بود و اونجا مراسم اسلامی برگزار شده بود. از افغانستان بگیر، عرض شود خدمت شما، از خراسان رضوی بگیر، خراسان شمالی، استان کرمان، بندر عباس و هرمزگان، سیستان بلوچستان، یزد و اردکان و همه بسیاری از استانها که قطعا شما فقط سیدی های اونها رو و نوارشون رو شاید تماشا کردید. و جالب اینجاست که همه مردم فکر میکنن تاجرآباد دیگه عروسی غیر اسلامی وجود نداره. عجیبه، عروسی های اسلامی از اینجا داره شروع میشه و جای تأسفه که اینجا عروسی غیر اسلامی باشه. یه لطیفه ای میگن که خدا کنه ما مثل این لطیفه نباشیم. میگن یه روز یک مولوی پشت منبر سخنرانی کرد، گفت مردم برید تو کوچه، امروز روز عیده، هر جا فقیر و مسکین و غریب و بیچاره و دربدر دیدید ببرید خونه هاتون، بهش نون بدید، غذا بدید، آب بدید، سخاوت داشته باشید، بخل و کینه و حسد رو بذارید کنار، فقرا و مساکین بیوه زنا رو جمع بکنید به اینها نون بدید. مردم به حرف این عالم کردن، خیلی خوشحال شدن. بالاخره هر جا فقیر و مسکین میدیدن میبردن خونهشون. عالم از سخنرانیش تموم شد و آمد تو خانه. البته این واقعیت نداره، وقتی به ما علما برچسب نزنید لطیفه جوکی تعریف میکنن. آمد دید یک جفت کفش در خانه اتاقش گذاشته. از پسرش گفت، پرسید که این کفش مال کیه؟ گفت یک غریب فقیر تو کوچه بود. گفت اینجا چی کار میکنه؟ گفت همین الان بابا نگفتی فقیر و مسکینی هست ببرید خونه نونش بدید؟ گفت پدر سوخته، من برای خودم گفتم؟ من برای دیگران گفتم.
گفت بالاخره حالا که آوردم چیکار بکنم؟ گفت راش آسونه. گفت چیکار بکنم؟ گفت اون تفنگ هست، تفنگ بادی؟ گفت بله هست. گفت برو بردار بیار، من میرم پیش مهمان میشینم، تو 1-2 تا تیر هوایی شلیک کن، به کسی نزنی ها. گفت برای چی رو میخواد ثابت کنی؟ گفت به تو مربوط نیست، تو این کار رو بکن. پسر رفت 1-2 تا تیر زد، مهمان ورخطا شد. گفت چیه جناب مولوی؟ گفت ای چه خیر و خیریت، راحت بشین. گفت نه صدای تفنگ شد، تفنگ خیر و خیریت نمیاره. گفت نه مشکلی نیست، همین همسایه روبروی ما پارسال یک مهمانی براش آمده بود، بچه ما با تفنگ بازی میکرد، تفنگ خورد به قلب مهمان، مهمان مرد. اون همسایه گفت به خدا مولوی مگه برای تو مهمان نیاد، تکه تکش میکنم. گفت یعنی میخواد منو بزنه؟ گفت ها. گفت از کجا فرار کنم؟ گفت از در نه، از پنجره فرار بکن. همین که مهمان فرار کرد، این مولوی گفت خدا شکر که کفشاش برام موند حداقل اگه نونی نخورد. حالا جالب اینجاست که ما از اینجا برای همه استانها سخنرانی میکنیم، ولی مردم خود ما تاجرآبادی ها مثل که نباید عروسی اسلامی داشته باشن یا مگر با تفنگ براشون عروسی اسلامی برگزار کنیم. این جای تأسف واقعا. بسیار خوشحال شدم امروز و واقعا تشکر میکنم از این شاداماد بزرگوار ما که این فرصت رو در اختیار قرار داد و از همه این جمعیت بزرگ که جا واقعا کم و محدوده که تشریف آوردن و قرار است گزافگویی های بنده رو گوش بکنن. پروردگارا بر این جمع که الان قطعا فرشتگان خدا حضور دارن برکات سماوی و ارضی خودت را نازل بفرما. واقعا امشب تاجرآباد به خودش مینازد، البته سوء تفاهم نشه، فقط به خاطر این که این مجلس اسلامی است، به خاطر این که این همه جمع نمازگزار، علمای کرام، بزرگان و ریش سفیدان و جوانان برومند و ارجمند اینجا حضور دارند، به خاطر این که امشب فرشتگان پروردگار عالم بر خودشون میبالند و مینازند که تاجرآباد امشب میزبان جمعی از سفیران پروردگار عالم است. امشب اینجا معصیت نیست، امشب اینجا شراب نیست، امشب اینجا کوکائین و مورفین نیست، امشب اینجا چرس و بنگ نیست، امشب اینجا زنانی بی حجاب نیست، امشب اینجا از الواتی خبری نیست، امشب از اینجا از جوانانی که بیان ناامنی ایجاد کنن خبری نیست و در کل امشب اینجا از شیطان خبری نیست. حقا که جای بالیدن و نازیدن است. سروران گرامی به خدا قسم امشب نمیدونم با چه زبانی صحبت بکنم. این عروسی با همه عروسی هایی که تا به حال شرکت کردم تفاوت داره، تفاوت خیلی فاحش و بزرگ. احساس منو شما اگر تو قلبم بخونید وگرنه با زبان نمیتونم بگم، چون که دیدن مردم تاجرآباد به من قوتی دیگری میده. 2 سال است که با شما صحبت نکردم، 2 ساله که روبرویتون قرار نگرفتم، 2 ساله که با جوونا درد دل نکردم، 2 ساله که با پیرمردا حرف نزدم، 2 ساله که با خواهران محترمم حرف نزدم، اگرچه به طور غیر مستقیم با هم مرتبط بودیم. امشب این فضل الهی نصیب من شده و نصیب همه ما شده که گرد هم جمع بشیم. عزیز بزرگ ما، پدر همه ما، حاجی مولا حبیب الله با مریضی بسیار مزمنش آمده اینجا نشسته که باور کنید اگر امشب اینجا پول میبارید و ساز و ارکستر نه ایشون میامد و نه این جمع صالحی که اینجاست. چه کسی اینها رو کشیده اینجا؟ من؟ نه. چه کسی شما رو کشونده اینجا؟ ما. خیر. و چه کسی منو کشونده اینجا؟ این شاداماد. نه، امشب همه ما رو خدای متعال کشونده و لا غیر. اینو باور بکنید سروران عزیز. و این نباید اولین عروسی باشه، نباید این نخستین عروسی باشه. بیاییم همه ما، همه این جمع، در پایان از شما قول میگیرم اگر امشب بهتون خوش گذشت، البته اگر بد گذشت هیچی، آیه‌ای که خدمت شما قرائت کردم دقایقی با توجه به اینکه شبها کوتاه است، بسیار دوستان سر کارن میدونم،
دقایقی پیرامون این موضوع این آیه، پیرامون بحث امانت، قرآن عظیم و شن میفرماید انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. این آیه رو به کرات و مرات از علما شنیدید، ولی امشب میخوام این آیه رو باز کنم که چی داره میگه. ما امانت رو، قرآن میگه، خدا میگه ما امانت رو عرضه کردیم علی الجبال، انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض، امانت رو بر آسمان ها، 7 طبقه آسمان عرضه کردیم این امانت رو بگیرید، گفتن نمیتونیم. والارض، به زمین عرضه کردیم، گفتن نمیتونیم. والجبال، به کوههای شامخ و بلند عرضه کردیم، گفتن توان حمل اون رو نداریم. به کهکشانها و اجرام سماوی عرضه کردیم، سرباز زدن و انکار کردن که پروردگارا ما معذوریم از ادا و تحمل امانت تو. و حملها الانسان، اما من و توی انسان پذیرفتیم، قبولش کردیم. خدای این امانت تو رو ما متحمل میشیم، بارش رو روی گردنمون میکشیم. انه کان ظلوما جهولا، انسان جاهل بود، نمیدونست که این امانت خدا چقدر سنگینه. شاید بگن این مجلس عروضی چه ربطی به امانت داره. اتفاقا مشکل ما همینجاست که عقلا و فلاسفه و حکما امانت رو فقط به نگهداری وسایل دنیا مختصر کردن. میگن آقا فلانی امانت داره چون که 200,000 تومان پول بهش بدی بهت برمیگردونه، اینو میگن امانت دار. فلانی ماشین تو بهش بدید، موبایلشو دستش بدید، امانت نگهداره، امانت رو سالم برمیگردونه. شاید قسمتی از ترجمه امانت این باشه، اما کل معناش نیست. امانت به معنای این نیست. اگر به معنای این می بود خدای متعال نمی گفت ما امانت رو به آسمان ها و اجرام سماوی عرضه کردیم. آسمان ها موبایل میخوان چیکار کنن؟ آسمان ها پول میخوان چیکار کنن؟ کوه ها ماشین میخوان چیکار بکنن؟ پس معلومه که معنی قرآن، معنی این آیه، این امانت دنیوی نیست. علما، فقها، صحابه رسول خدا ترجمه های بسیار زیادی از این امانت کردن که ای جوان، ای پیرمرد، ای خواهری که صدامو داری میشنوی، من و تو قبول کردیم که این امانت رو میپذیریم، با خدای متعال عهد بستیم که پروردگارا از روزی که این روح در کالبد ما جریان پیدا کرده تا روزی که این روح از کالبد در میاد باید پایبند به این امانت باشیم. در غیر این صورت بعد خلافی کردیم، اما خیانت در امانت کردیم. چی میفرماید؟ بسیاری از صحابه قائلن که منظور از امانت قرآنه. منظور از امانت قرآنه، این کلام وحی خدا، این قانون اساسی بشری، این قرآنی که امروز درون خانه هاست، تو تاقچه هاست، توی عروسی هاست، توی تعزیه هاست، توی ماحول مردمه، فقط یه جا نیست، تو دل مردم نیست. همه جا قرآن هست، تو دل نیست، در حالی که قرآن مال دله. قرآن قانون اساسی بشری زندگی انسانی است. قرآن همه جا هست. این امانت رو قرآن رو میگه ما بر کوه ها نازل کردیم، گفتن نه ما نمیتونیم. بر آسمان ها نازل کردن، گفتن نه ما نمیتونیم. ولی من و تو قبول کردیم، گفتیم خدایا چه نعمتی بالاتر از نعمت قرآن. قرآنی که دنیا رو متحول میکنه، قرآنی که قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه حیات پاک، این معجزه رسول پاک عربی، حتی که حیات جاودان میبخشد. دل پردرد را دوا قرآن، جان مجروح را شفا قرآن. هرچه خواهی ز نص قرآن جو، که بود گنج علم ها قرآن. این قرآن. امروز فاصله ما با قرآن چقدره؟ خوب توجه بکنن برادران عزیز، صلوات قرآن بفرمایید. خوب نگاه بکنید فاصله ما با قرآن چقدره. قرآنی که در گذشته میامد در میان قلبها از
از عمرهای چوپان، از عمرهای از شود جانی، از عمرهایی که در مقابل بت سجده می کرد، امروز عمری آفریده که غیر از دربار الله دیگه برای کسی سجده نمی کند. مگر غیر از اینه شما نخوندید که عمر فاروق خرمایی تو دست داشت، خرما عبادتش میکرد، 5 وقت در مقابل این خرما سجده میکرد. یه روزی رفت تو بیابان گرسنه شد، هرچه گشت چیزی ندید، خدای خودشو مجبور شد بخوره. اما بعد از این که در محضر این قرآن زانوی شاگردی و تلمذ زد، روزی به حجر الاسود خطاب قرار میدهد و میگوید یا حجر الاسود اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقبلک ما قبلتک. ای حجر الاسود، میدونم تو از بهشت آمدی، میدونم تو سنگ بسیار با برکتی هستی، ولی اینو هم میدونم که تو نه مالک نفعی و نه مالک ضرر. اگر میبینی که امروز فقط دارم تو رو بوسه میدم، به خاطر اینه که میدیدم لبان محبوبم محمد رسول الله تو رو بوسه میداد. چقدر عوض شده؟ اگر رسول الله تو رو بوسه نمیداد تا 100 سال به تو بوسه نمیدادم. منقلب کردی یا نه؟ عوضشون کردی یا نه؟ ابو بکر ها را گل سرسبز جهان هستی قرار داد، علی ها و حمزه ها و حسن ها و حسین ها. اما امروز چه شده قرآن را؟ امروز چه شده جوان مسلمان که احترام به یک کتاب ریاضی، یک کتاب آیین راهنمایی و رانندگی از قرآن خیلی بالاتره. ناراحت نشید، آیین راهنمایی و رانندگی رو میخونید، میدونید چی میگه، ولی کی میدونه قرآن چی میگه و قرآن برای چی اومده؟ حداقل کتاب ریاضی رو نمیذاری پاره بشه، چون که بچت باید سر کلاس تنبیه بشه. اما قرآن کسی نیست کسی رو تنبیه بکنه، چون که خدا نمیخواد تو این دنیا تنبیه کنه، وگرنه تنبیه میکرد. شام یک زمانی زمینه قلمروی اسلام و فرماندوی و سطوت و غیرت و سلطنت اسلامی بود سوریه. اما امروز سوریه داره قرآن چاپ میکنه، خوشحال باشیم؟ نه، کاش چاپ نمیکرد. قرآن رو چاپ کرده، روی تک تک صفحات قرآن تبلیغات شرکت بزرگ کوکاکولا رو با صفحات قرآن به جهان معاصر عرضه میکنه. قرآن شده پیام بازرگانی و پیام تبلیغاتی. الله اکبر. چی شدیم ما؟ کاری نداریم که کوکاکولا خودش اگر برعکس بخونی یک شرکت اسرائیلی است. رو آینه بذارید نوشته میشه لا محمد لا مکه، لا محمد لا مکه. یک شرکت اسرائیلی است، نه محمد و نه مکه. لعنت بر هر دو، نعوذ بالله. حالا کار نداریم راستی یا دروغ، ولی مهم اینه که یک کشور اسلامی میاد چه کار میکنه؟ تبلیغات شرکت کوکاکولا رو صفحات قرآن حک میکنه و مینویسه و به دنیا عرضه میکنه که مردم اگر میخوان نوشابه بخرن از طریق قرآن بخرن. از شگفتی های این قرآن فروش دیدم روح الامین را در خروش. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. این استفاده ما. یکی از برادران تعریف میکرد و سپس یکی دیگه نسخه قرآن رو آورد برام. توی یکی از شهرهای خراسان، اسم نمیبرم، دیدم که دور تا دور قرآن قرمزه، بسیاری از صفحاتش قرمزن.
گفتیم این دیگه چه نقشی هست؟ گفتن این نقش نیست، این نقش نیست، خونه. به خدا قسم خونه. گفتم خون رو قرآن چه کار میکنه؟ رو صفحات قرآن. گفت ما نذر کردیم خدای متعال اگر مشکل ما رو حل کنه گوسفندی ذبح بکنیم و تمام برگه های قرآن را با خون گوسفند حرام بکنیم. مسلمان اسمش هم مسلمان. مشکل تو خدا حل کرده، به جایی که تو رو کل نماز بخونی میاد قرآن رو کثیف میکنی. بدبخت قرآن رو با خون رنگین میکنی. چطور خدای متعال میخواد تو این جامعه اسلامی عذاب خودش نازل نکنه؟ چطور میخوایم فلسطین نجات پیدا بکنه با این اعمالی که امت اسلامی دارن؟ بیایید با قرآن احترام بگذارید تا خدا به شما احترام بگذاره. بشر حافی یکی از افراد لجن جامعه قرن سوم بود. بشر حافی، لات، الوات، از خدا بیخبر. هر جا مسئله مجلس شرعی بود بشر حافی پیش قراول بود، صف اول. با خدا و دین که کار نداشت. اعتیاد، شراب، نوارهای مبتذل، همشون. بشر حافی یه روزی داشت میرفت تو مجلس لات و الوات ها برای نوشیدن شراب. داشت میرفت همونطور که خمار بود، ناگهان چشمش به یک کاغذی افتاد. کاغذ رو برداشت، دید یه آیه قرآن روش نوشته. از خدا بیخبر بود. وقتی چشمش به آیه قرآن افتاد که تو لجن افتاده، توی خاک و گل افتاده، اینو بوسید، پاکش کرد، تمیزش کرد، با مشک و عنبر و ریحان خوشبوش کرد، تو پارچه پیچید گذاشت یه گوشه که زیر پا له نشه. رفت تو مجلس شراب خورا. ناگهان حسن بصری یکی از اولیای خدا و سلاطین اقلیم عشق خواب بود که ناگهان جبرئیل امین و یا فرشته دیگر و هاتفی ندا داد: ای حسن، من قاصد خدایم، خدای متعال به تو دستور داده که پاشو برو پیش بشر. پیش بشر برم؟ بشر شرابخوار، بشر بیدین، بشر لات، بشر از خدا بیخبر؟ آره، پاشو برو. برم چی بگم براش؟ برم چه صحبت بکنم؟ گفت برو بهش بگو ای بشر، وقتی تو آیه ما رو و نام ما رو از میان لجنها پاک کردی، خدای متعال اسم تو رو از میان لجنها پاک کرد. پاشو بیا از میان جمع بیرون، تو لایق اون جمعیت نیستی. حسن گفت شاید خوابه. 2-3 بار تا اینکه خدای متعال در خواب تهدیدش کرد که حسن یا برو نام بشر رو بلند کن یا نام خودتو خط میزنم. سبحان الله. حواسا این طرف جمع باشه. حرکت کرد، رفت اونجا، دید بشر حافی خماره. بشر حافی تو لجن معصیت غرقه. شروع کرد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. ای بشر، آیا زمان اون نرسیده که دست از معصیت و گناه برداری؟ آیا زمان اون نرسیده که دست از الواتی برداری که ناگهان بشر گویا چند تا عقرب تو بدنش افتاد، مجلس رو ترک کرد، آمد بیرون. گفت حسن چیه؟ گفت سلام دارم. گفت از کی؟ کدوم معتاد؟ از کدوم لات؟ از کدوم زن بدحجاب؟ الان وقت ندارم با دختری قرار بذارم. گفت نه بشر، سلام از طرف خدای جهان.
خدا به تو سلام کرده، خدا منو فرستاده پیشت، خدا منو گفته تو را با آغوش بگیرم، خدا منو گفته پیشانی تو ببوسم. خدای من چطور من که همه عمرم برخلاف خدا حرکت کردم، پشت پا زدم، خدایا چقدر مهربانی، چقدر کریمی، چقدر رحیمی، چقدر عظیمی. خداوند از افعال شنیع خود پشیمانم، عنایت وا مگیر از من که دلتنگ و پریشانم، عنایت وا مگیر از من که دلتنگ و پریشانم. هوا از یک طرف شیطان، ز یک سو نفس و از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش و حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده، تو خودت خدا دنبالم فرستادی، تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده. گناهکارم تو را یا حضرت غفار رو میخوانم. غفار دستمو بگیر. بشر حافی رو خدا کشید، موی پیشانیشو کشید بالا. از اون روز به بعد گفت به خدا دیگه روی زمین خدا کفش نمی پوشم تا مبادا زمین خدا رو لگد کنم، چه برسه به اینی که کلام خدا رو لگد کنم. 40 بار پای لخت به مکه رفت، بهش میگن بشر حافی. حافی یعنی پالخت. بشر حافی شد یکی از اولیای خدا، یکی از سلاطین اقلیم عشق، به برکت این که به نام خدا احترام گذاشت. جوان امروز من و تو چی؟ آیا به نام خدا احترام میگذاری؟ قبول بکنید میذاریم، قبول کنید همه من و شما. 1-2 هفته جلوتر که رفتم زاهدان، شهر حافظان و قرآن عروسی اسلامی بود. زاهدان وقتی منو دعوت کردن گفتم زاهدان عروسی اسلامی، من مولانا عبدالحمید اونجاست، شما بیاید. در کنار مولانا رفتم اونجا. مولانا عبدالحمید لطف کردن آمدن تو مجلس عروسی. نوار رو شاید شنیده باشید. مولانا یه قصه تعریف کرد از مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه. همتون بگید رحمت الله علیه. مولانا عبدالعزیز تو هندستان درس میخوند. میگه در زمان مولانا الیاس رحمت الله علیه، مؤسس و بنیانگذار نهضت بزرگ جماعت تبلیغ، میگه یه پدر و پسری میخواستن پدره عروسی پسرشو بگیره. این پدرها واقعی عروسی پسرشون خیلی خوشحالن، حقم دارن. بعضیا اینقدر خوشحالن که میگن بابا من میخوام حس و نیستم و پای بچم بریزم. آقا شما چه کار دارید؟ من کنار خانه کعبه با خدا عهد بستم برای پسرم یه عروسی بریزم که پوزه همه رو بزنم. چه کار میخوای بکنی؟ کنار خانه خدا چه عهد گرفتی؟ چه کار میخوای بکنی؟ حداقل 3 دست ارکستر میخوام بیارم تو عروسیم. عجب، ماشاءالله چه پوزه ای میزنه این. افتخارم باید بکنی، سبیلت هم کلفتر کن. حداقل اگر این عهد رو بستی دیگه نماز خوندن چه معنایی داره؟ گفتم تو جلگه رخ که یکی از برادرها صحبت میکرد، تا همین تاج راباد عروسی غیر اسلامی یکی بره نصیحتش بکنه، مادره میاد میگه، مادر زنه میگه نه من یه دختر دارم 60 سال نذر کردم که عروسی دخترم بشه، در سن 60 سالگی سر عروسی دخترم برقصم. حالا شما میخوای اسلامی بکنی؟ ماشاءالله فردا میخواد پیش فاطمه هم مشهور بشه. 60 سال نذر کرده که حج بره، نه عروسی دخترش برقصه، بلرزونه خودش و موبایل ها فیلمبری کنن فردا بذارن توی کلوب ها. حیثیت و ناموس رو به بها گذاشتن. خیلی خطرناکه.
مولانا عبدالعزیز میگه این جوون لات بود، الوات بود، مثل بسیاری از جوانای ما به اصطلاح میخواست حال بکنه. آقای نور احمد تسلیت عرض میکنیم، خیلی ها شاید این حرف به شما بگن آقا تسلیت عرض میکنیم این عذاب بود یا عروسی بود؟ آقا آخرین غمتون باشه، خدا بیامرزه، این تنها هست، ولی با خدا میگه نور احمد بهترین کارو کرد. این جوان گفت که من چطور عروسی ما اسلامی بگیرم؟ باباش نمازگزار حاجی، جوان خودش از این جوانای ریلکس. بعد هرچه باباها تو سرش خوندید، نه بابا حرف تو گوشش نمیره، گوشش بده کار نیست. آخر پدره میدونه چه گفت بابا جان پس 2 تا مجلس میگیریم، تو یه مجلس با لات و الواتا بگیر، من بابات یک مجلس میگیرم با علما و صلحا مولانا الیاس. گفت اشکال نداره، شما برید قرآن خودتون بخورید، ما هم حال خودمون رو میکنیم. قال را بگذار و مرد حال شو، پیش مرد کاملی پامال شو. جوان رفت هر چی که لات بود جمع کرد، چندین هزار لیتر شراب خرید آورد، چون که مجلسی غیر اسلامی باشه بدون شراب مگه معنایی داره؟ تا سیم نباشه کسی از اینجا جیم نمیکنه، تا کسی تریاک نکشه پاک نمیشه. خیلی جالبه ها. یه خانومی آمد پیشم، میدونی چی میگه؟ تو همین منطقه ها اسم میبرم، یه جوون امروز من زنگ زد بعد از نماز عصر، همین امروز یه کاری داشت، مشکلی داشت، بعد گفت جناب مولا این مشکل اینطوریه، یه وقتی نری پشت منبر بگی ها. گفتم اتفاقا امشب عروسی هم دارم. گفت تو رو خدا نگی. گفتم بابا اسمتو نمیبرم. یه خانم اومده میگه فلانی شوهر من با گوشت چرخ تریاک چرخ میکنه. گفتم تریاک مگه چرخ میخواد؟ گفت لابد میخواد. گفتم ما که ندیدیم تا بار. با سشواری که مو رو خوش میکنن شوهرم تریاکو خشک میکنه و یک سیم پشت یخچال هم نیست، همه سیم های یخچال تو منطقه اسلامی. کار نداریم، رفت 2-3 دست ارکس آورد اون جوان. مولانا عبدالعزیز میگه هرچه که جوان خواننده بود، رقاصه بود، دخترای رقاصه رو جمع کرد. اون پیرمردم هرچه عالم بود جمع کرد تو مسجد. حواسا شیشتم، جمعیت زیاد شده، دل ما به هم دیگر تنگ شده بالاخره. بعد از سالها هم دیگر دیدیم. یک صلوات نبی بفرمایید ان شاء الله. خسته نشید که حالا ول نمی‌کنم. میدونی چی گفت؟ مولانا الیاس به پدره گفت کو پسرت، کو شاه داماد، میخوام شاه داماد رو ببینیم. گفت نه تو رو خدا دیگه به شاه داماد کار نگیر. گفت نه چرا نگیرم، کارش دارم، میخوام ببینمش، تبریک بهش بگم. گفت اون قابل تبریک نیست. گفت چرا؟ گفت اون تو از مجلس میخواره هاست، مست خماره نشه. گفت بگو بیاید اینجا. گفت مولانا به شما بی حرمتی میکنه. گفت اشکال نداره بیاد اینجا. جوون آمد اونجا. مولانا گفت عزیزم تبریک بگم بهت، امشب همه رو خوشحال کردی. اون چه که جوان لات خوشحال کردی، اون چه که جوان از خدا بیخبر زنهای فاحش است، همه رو خوشحال کردی، تبریک باشه. ولی تسلیت میگم که امشب رسول خدا در قبر میلرزد. رسول الله رو ناراحت کردی، محمد میلرزد، ابوبکر میغرد، عمر اگر میبود گردن تو میشکست. حمزه ها اگر میبودن آب دهن مینداختن. سمیه ها اگر میبود حتی ننگشون میاد به تو بگه مادر. همه رو خوشحال کردی و در رأس همه خدا رو ناراحت کردی. آسمان عزا داره، جمله سرخیل ملائک در سما دارند عزا، گویا اندر نظر آن عرش رحمان شد شهید، عرش خدا رو شهید کردی. جوان شروع کرد به گریه کردن. گفت مولانا راه بازگشتی از؟ گفت چرا نه؟ اون خدایی که هر لحظه بگه برگرد بیا،
سروران عزیز همه رو تعطیل کرد، مراسم شد مراسم اسلامی. آقای نهتانی حداقل کاری کردی امشب خدا رو ناراض نکردی، کافیه. و اگر امشب عروسی غیر اسلامی بود به خدا قسم این همه جوان تو کوچه نداشتی. دیوانوار پروانوار جمع شدن، چی میخوان؟ سخنرانی نه، سخنرانی خیلی شنیدن. بوی خدا میاد، بوی رسول الله میاد و به خدا بوی بهشت میاد. توی بهشت این جلسه ای نیست، توی بهشت دیگه نماز نیست، توی بهشت دیگه قرآن نیست. اینجا خداست، تو بهشتم خداست. بیایی یاد بگیری. انا عرضنا الامانة على السماوات. از موضوع پرت شدم. قرآن بزرگترین امانته در میان ماست. به این قرآن مواظب باشید خیانت نکنید که در قیامت از شما قرآن شکایت میکند، حق مجازات شما را در قیامت میکند. صلوات قرائنت بفرمایید. وقت رو زیاد نگیرم، جوانها شاید خسته بشن، اولین عروسیه، یه وقت نگن دست دیگه. دومین معنی امانت به تعبیر حضرت ابی بن کعب و عبدالله ابن عمرو بن العاص. جوانها خوب گوش بدن اینجا رو. میدونن میگن این امانتی که به کوه ها نازل کردیم نتونستن حملش بکنن چیه؟ حضرت ابی بن کعب امام المفسرین میفرماید اولین عضوی از اعضای انسان، اینو بدونید از باب معلومات، اول چشم خدا به ما نداده، اول زبان رو نداده، اول دستار رو نداده. سوال، میدونی اولین عضوی که از اعضای انسان خلق شد کدوم قسمت بود؟ بله، عورت انسان، عورت انسان، فرج انسان. پروردگار عالم گفت این امانته، این امانت، مواظب باش. خدای متعال تا زمانی تو رو حفظ میکنه که این امانت رو حفظ بکنی. این معنای امانت قرآنی است و واقعا هم سخته. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث میفرماید کسی که دو عضو رو برای من ضمانت کنه من بهشت رو براش ضمانت میکنم، یکی زبان، یکی فرج و عورت خودش رو. و امروز بزرگترین مشکل این دوتا شده. حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ادامه میده، میگه زبان امانته، گوش امانته، چشم امانته، دست و پا، اعضا و جوارح همه امانتن. مواظب باش در این امانت خیانت نکنیم. بله، چطور خیانت نکنیم؟ زبان اگر در راه غیر اسلام مصرف بشه در امانت خیانت شده. یکی گوش کودک به مالید و سخت که ای بوالعجب گوی برگشت بخت. تو را تیش دادم که هیزم شکن، نگفتم که دیوار مسجد بکن. زبان آمد از بحر شکر و سپاس، به غیبت نگردانش ای حق شناس. گذرگاه قرآن و پند از گوش، به بهتان و باطل شنیدن مکوش. دو چشم از پی صنع باری نکوس، ز عیب برادر فروگیر و دوست. معنی امانت اینه که زبان از بحر شکر و سپاس آمده، تو به غیبت و تهمت داری میچرخونی، به برادر مسلمان تهمت میزنی. امروز به اوج خودش رسیده. آقا برای اینکه حرف خودشو به کرسی بشونه هر چه تهمت و دروغ به زبانش بیاد میگه. و چه بسا دختران دم بخت رو بیچاره کردن با این تهمت ها. در زمان امام مالک رحمت الله علیه یه خانمی فوت میکنه، غساله میره اینو بشوره توی اتاق درم قفله. وقتی که بدنش لخت میکنه این زنه میدونی چی میگه؟ یک زنی که زنده هست غساله هست، همین که عضو مخصوصشو نگاه میکنه میگه ای زن مرده هست. اون چه جنایت ها که نکردی، چه زنا و خلاف عفت ها که نکردی. همین حرفو که زد ناگهان دستش چسبید به بدن زن میت. قصه نیست، در زمان امام مالک
علما مردم پشت در جمع خانم بیا بیرون. گفت نمیتونم غسلش مونده، هرچی زور میزنه دستش نمیاد. خدایا چیکار کنم؟ عجب غلطی کردم. بیا بیرون. غسلش تمام نشد. نه خون خیلی داره میاد، باشه خونه رو بشورم. 1 ساعت 2 ساعت در باز کردم، دستش چسبیده است. علما جمع شدن، مفتیا تعداد گفتن دستشو ببرید. گفتن ای دست زنده رو چطور ببرید؟ تعداد گفت بدن میت رو ببرید که با دست سیر بشه. گفت ممکن نیست. امام مالک یکی از علما و فقهای بزرگ اهل سنت زنده بود، رفتن پیشش گفتن این چنین اتفاقی افتاده. گفت به زنه بگین آیا تهمت نزده؟ گفت چرا، زمانی که میشستمش تو ذهنم فقط آمد که چه زنایی که نکردی، دستم چسبید. گفت فقط یک راه داره. گفت چیه؟ گفت همونجا 80 ضربه شلاق بزنیدش، چون که حکم شریعت اینه کسی که به کسی تهمت بزنه 80 ضربه شلاق باید بخوره. 79 تا شلاق زدن، دستش چسبیده بود. 80 رو زد، دست آمد بیرون. آی برادر و خواهر، تهمت میزنی امروز رو صف اول نمازم هستی بی انصاف، قرآنم میخونی، حجم داری میری، به دختر مسلمان. من این نکته رو به خاطر این میگم که به من خیلی تماس میگیرن. دختران مردم رو الکی پشت سرشون حرف نزنید. خواهرانم دستتون رو به دست هر نامحرم ندید، گرگ زیاد شده، حیثیت ها داره برده میشه. آقای خلیل براوین اینجا هست. تو ماشین بودیم، یه خانومی بهم زنگ زد، خدا شاهده گریه میکرد مرتب. یک گرگ آمده به سراغم تو دانشگاه، دوستم شده، با هم رفیق شده، پیشنهاد ازدواج داده بهم. گفتم خوبه. دخترها ساده هن، ساده لوحن. یکی بگه دوست دارم همه چیزشون میخوان فداش بکنن. متوجه باشید ای بسا ابلیس آدم روی است، پس به هر دستی نباید داد دست. قصه نیست. میگه گفتم با هم ازدواج میکنیم، مشکلی نداره، ولی الان با هم آشنا بشیم. آشنا و آشنا و آشنا، دوستی دوستی، تا اینکه بزرگترین ثروت مملکت منو گرفت، یعنی با من زنا کرد. گفتم بیا خواستگاری دیگه، الان کار تموم شده. گفت فردا پس فردا، تا اینکه بالاخره آمد یه روزی که اصرار کردم، گفت فلانی، گفت فلانی ای دختر، اگر من بخوام ازدواج بکنم با دختری یله مثل تو ازدواج نمی کنم. دختری که نماز خونه ولی ساده است. گریه میکرد اگر بابام بفهمه، اگر مادرم بفهمه، به کی بگم، به چی بگم؟ به خدا خواهر من و توست. دختر من و توست، فرقی نمی کنه. چرا؟ چون که از این امانت ها حفظ نمیشه. دخترها امانتن، پسر امانته، اولاد امانته، پدر. جوجه که نمیکاری تو خیابون ولش کنی، جوجه را حفاظت میکنی. پدر شب به خونه میاد به بچهش میگه بابا گوسفند نیست، بز سور و سفید نیست، گوسفندشو یاد میکنه، ولی بچهشو نه، دخترشو نه، دین و ایمانشو نه. به کجا بگیم، به کی بگیم چه شدیم؟ بی حجابی به غایت، بی عفتی به اوج، چشم چرانی بی نهایت. به اون وقت مکتب قرآنی اینجا افتتاح میشه که دختران روبن بزنن بیا اینجا، 1000 حرف و حدیث میشه، احساس خطر میکنن. من دوست دارم همینجا به مسئولین جمهوری اسلامی ها بگم از اینجا احساس خطر نکنید. به خدا قسم غیر از پرورش قرآنی چیزی دیگه نیست.
آقایون خانوما آمدن میگن فلانی نقاب رو جزء قوانین حوزه نکن، مکتب خواهران نکن. گفتم چرا؟ میگن چون که امروز دختران بد و فاحشه تو شهر همه نقاب دارن. الله اکبر. لرزیدم که با پوشش عایشه به فاحشه کاری ادامه میدن، با پوشش فاطمه به زنا میرن. حداقل اینا خودشون عروسک کنن برن. گفتم مشکل نیست خواهرم، تو روبند بزن تا این که همه یاد بگیرن دخترانی که قرآن میخونن باید محجبه باشن. هر جا محجبه است دختر قرآنی است. هیچ کس نترسه. جریان اینه. حجاب اسلامی از پایین تاجرآباد تا بالا آرایشگاه زنان رو شمردید. من دیروز با حافظ صاحب می آمدم، چه خبره مگر؟ این همه آرایشگاه زنانه؟ یه آرایشگاه دینی نیست؟ یک جا که قلب جوان مسلمان رو آرایش کنه وجود نداره. همه جا فقط چشم ابرو رو باید آرایش بکنن. آیا کسی نباید چشم واقعی رو آرایش بکنه؟ بگه این چشم کجا باید نگاه بکنی؟ هر جا تو مغازه رد میشی جوان دلش خوشه که پوستر یک دختر بازیگر رو زده. حیفه واقعا برای تو قصابی میگه آقا گوشت گوسفند، میبینه عکس زنه. آقا من گوشت زن که نمیخوام، گوشت گوسفند میخوام، حداقل عکس گوسفند رو بزن. هیولا چی بار آمدیم؟ همه رو از این عینک داریم نگاه میکنیم. رو ساعتش و اللهی که تو گردنشه اسمش نوشته الله، پایین عکس زنه. گرفتمش گفتم جوون این چیه؟ گفت اسم الله هست. گفتم اسم الله رو خار کردی به خدا. اسم الله رو با یک زن لخت و خدا نکند که موبایلای این جوونا رو برداری و بازش کنی. زنه میخواد تو رو بخوره. مولوی نگاه نکن، مولوی نگاه نکن. گفتم بیا تو موبایل من رو نگاه بکن، راحت دربست، تو راهی هم سوار نکن. ولی ما کی بود سر نماز میخون زابوری جان زاهدانی جان پریروز یک لحظه من ترسیدم گفتم حافظ صاحب تو محراب به رقص در نیاد با مقتدیاش. همه چیزمون اسلامی باشه. اینا امانته. اون موبایلی که دستته امانته. داری از مراسم اسلامی فیلم برداری میکنی، ولی اگر در غیر اسلامی استفاده بکنی خیانت کردی. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. و حضرت علی چی میگه؟ حضرت علی میفرماید بزرگترین امانت نمازه. سبحان الله. خلاصه بکنم خلاص، نمازه. میگه وقتی که وقت نماز فرا میرسید رنگ حضرت علی میپرید، میلرزید به خودش. گفتن چرا تو میلرزی علی؟ از نماز ناراحتی؟ گفت نه، قد حان وقت الصلاة وقت الامانه. خب گوش بده. گفت وقت اون امانت بزرگ رسیده است که اگر از پس ادای اون بر نیام خدای متعال مرا خائن قرار میده. امروز ما نماز میخونیم، در نمازی یا که دعوا میکنی یا جوال و مال پیدا میکنی. نه، سر نماز هستیم تجارت میکنیم. نماز شده تجارت. اگر اون سوریه با قرآن تجارت میکرد، امروز ما با نماز سر نماز آقا نشسته تجارت میکنه. پارچه رو فلان قیمت بفروشم، کریستال رو با فلان قیمت. هر حرف از تو نمازه. پیغمبر میفهم نماز امانته. اگر انسان خوب ادا بکنه پارچه سفید میره بالا، فرشته ها انبیا همه استقبال میکنن. ولی اگر این امانت خوب ادا نشه مثل پارچه سیاهی برداشته میشه به صورتش، میگه ای جوان خدا تو رو ضایع کنه که منو ضایع کردی. بیاییم نماز رو به معنای احسن ادا بکنیم، امانات رو رعایت بکنیم، از این زبان، از این چشم، از این گوش، از این امانات الهی درست استفاده بکنیم. و بزرگترین امانت عروسی اسلامی است. عروسی و ازدواج امانت نیست، نعمت نیست. از این نعمت هم خوب استفاده بکنیم. نکنه خدای نکرده سروران عزیز، جوانان عزیز، از این دنیا بریو. اینو خوب گوش بدید جوان و تاجر آبادی، روز قیامت یقه تک تک شما رو خواهم گرفت اگر خدای متعال منو ببخشه. البته اگر خودم مثل بسیار از جوونا بودم که هیچ، ولی علمای ربانی یقه تک تک من و شما رو میگیره.
علمای خراسان غزالی اینجا یقه من تو رو میگیره. حضرت رضا امام رضا یقه من تو رو میگیره که اگر تو شهر مشهد گناه بکنی، تو تاجرآباد گناه بکنی، حفاظ 30 تا 40 تا دارن شب روز قرآن میخونن. اینا مال چیه؟ مکتب خواهران را افتاده برای این. الحمدلله خوب استقبال کردید. البته دیگه بیشتر جا نداریم. ما 30 تا فقط 40 تا در نظر گرفته بودیم، 80 تا دانش آموز داریم الان. الحمدلله پر شده. حمایت کنید، حراست کنید، پاسبانی بکنید. ها نعمت، اینا امانتن که اگر خوب استقبال نکردین خدا از من و شما میگیره و خدا اگر این نعمت رو گرفت 2 مرتبه بر نمیگرده. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. من خیلی خوشحال شدم و خدای پاک رو سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو به بنده عنایت فرمود تا بار دیگر در جمع جوانان محترم و مؤمن این منطقه قرار بگیرم و صمیمانه واقعا دوست دارم پیشانی این برادر عزیزمون جناب آقای نور احمد نهتانی رو ببوسم، پدر بزرگوارشون، پدر عروس خانم که واقعا از انسان‌های مؤمن و نمازگزار مسجد النبی هست و همه جوانانی که اینجا ردیف ایستادن، بعضیا سر پا، بعضیا نشستن و همچنین خواهران که تشریف آوردن و این مجلس رو واقعا گم کردن، نورانی کردن و این برادر ما رو و همه ما رو سرفراز کردن. حالا انشالله تاجرآباد چندین سال قبل قرار بود مؤمن آباد بشه و انشالله داره میشه با این انشالله کلاس های قرآنی و با این جو ایمانی. حالا انشالله میخوام این مجلس آخرین مجلس نباشه. مردونه جوانه هایی که حاضرن گفتم ما همه جا داریم میریم، همه جا به بندر عسلویه، به نمیدونم نیکشهر، همینا تو تالش، ما تو برنامه های ماست انشالله در هفته های آتی و ماه های آتی انشالله بریم. جوانایی که انشالله حاضرن تو تاجرآباد مراسم اسلامی بگیرن یا پدرها و برادرایی که میخوان برادرزاده‌ای، عموزاده‌ای یا پسران خودشون انشالله داماد بکنن عروسی اسلامی بگیرن، دستا رو برن بالا ببین چند نفر انشالله. ماشاءالله ماشاءالله. بعضیا خیلی دستاشون پایینه، نترسید. اونایی که زنم دارن دستا رو ببین بالا، کسی نیست اینجا، خانومی نیست ببینه شما. انشالله همه‌تون انشالله قول میدید عروسی اسلامی باشه، انشالله قول میدید سیدی مراسم غیر اسلامی انشالله قول میدید که ریشه ساز و ارکستر اینجا بخشکه. باور بکنید یه چیز دیگه بگم، هر زمانی که یک مهمانی برام میاد که معمولا زیاد میاد، دعا میکنم خدایا تو رو خدا به ذاتت قسم امشب عروسی غیر اسلامی نباشه که جلوی اینها شرمنده میشم. این واقعیت. دوربینا دیگه اینو ضبط نکنید که آبروی ما میره تو همه دنیا. باور بکنید میگم بابا، سوال میکنم میگه فلان اینجا عروسی غیر اسلامی است، شما که همه جای دنیا میرید عروسی اسلامی، تو تاجرآباد خودتون شرم میاد. میگم بابا از ما نیست، از ما نیست، در حالی که از خود ما هم هست. چیکار کنیم؟ مجبوریم دیگه، دروغ مصلحتی مجبور بگیم آبروی ما نره. از ما نیست. این قدر بعضیا بی انصافا برنگو رو زیاد میکنن و میگن آزادی نیست، بلکه این اسارت در پنجه شیطان. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی ما رستگار. بسیار خوشحال شدم. از خواهران محترمم تقاضا میکنم که همین الان ان شاء الله مجلس ترک کنن برن، هنوز که برادرها هستن و برادرها تا آخر مجلس تشریف داشته باشن که خواهران محترم بتونن راحت برن. مجلس ادامه داره هنوز ان شاء الله. یک دو سرود دیگه دوستان خدمت شما میخونن، حافظا یک سرودی دارن و اگر احیانا مراسم دیگه هم باشد در خدمتتون هستیم. حتما تشریف داشته باشید که در آخر ان شاء الله همه شما رو ببوسیم. السلام علیکم.